این میدانچه پر از سنگ و خاک و مصالح دیگری ساختمانی جای بازی کودکانی یک بنای بلند آشیانه در شهر شده است. قرار بود اینجا میدانچه کودکانه بنیاد شود، اما ساکنان بینای استقامتی 14 آشیانه از آن شکایت دارند که با گذشت بیش از 5 سال هنوز بنا پوره به استفاده داده نشده است. آشیانه 14 زندگی میکنیم، اساس از لیفت تنقیسی میکشیم، از آبی آشامیده. اینا مادر کلانسال داریم، پیرانسال داریم، вообще برآمده نمیتونه. ساکنان از آن نگرانند که صاحبان شرکت ساختمانی بنا را ناتمام و در حالتی برای ساکنان خطرناک گذاشته رفتند. چندین ماهاش در همینجا زندگی داریم، باور کنید راهبران همین کارخانه رو نمیبینیم. ساختمان این بنای استقامتی سال 2015 از جانب شرکت ساختمانی دنیای انور آغاز شد و فعلا در اینجا کارهای ساختمانی ادامه دارد. مسئولان میگویند قسم زیادی ساکنان بدون به انجام رسیدن ساختمان بنا به اینجا کوچ بستند. باید کارهای تعمیری بروند یا زندگی نکنند، نه که بعضی بسیاری شما در اینجا زندگی کردستان. حق ما هم یگون یاد چی نداریم، پرتنزیا و یگون گپی زیاد نیست که ساکنان میگویند برای ناتمام ماندن و تأخیر در ساختمان بینایی استقامتیشان که برایش پول پرداخت کردند به چندین نهاد مراجعت کردند، اما تا هنوز چاره اندیشیدن نشده است. تا 5 بار 6 بار مراجعت کردیم، کارمندای هم دونده вообще چاره نمیبینند. ادعایی که مسئولین شرکت ساختمانی رد میکنند. مسئله اساسی همیه که مبلغ پرداخت نکنوخی. اکثریت آدمایی که در اینجا زندگی میکنن که 70% تأخیر دادگی نیستن. اگر که میدادن کایوم میره به انجام میرسوندیم مخی. از سال 2012-2013 به این سو پایتخت تاجیکستان شاهد اوج ساختمان بناهای بلند آشیانه است، ولی در این میان بسیاری از شرکت‌ها در مهلت وعده شده ساختمان بنا را انجام نمیدهند. کارشناسان میگویند در تاجیکستان هنوز مکانیزم حل چنین بحث‌ها وجود ندارد.